قرآن امانت است. به زودی خداوند قرآن را از ما میگیرد. البته که میگیرد. قیامت که نزدیک شود آدمان فقط الله الله میگویند و خلاص. آیت هم نمیدانند. سوره هم نمیدانند. هیچ چیزی نمیماند. قرآن را خداوند میبردارد از بین آدمان. الله تعالی قرآن را در یک شب میبردارد. از قرآن هیچ چیز نمیماند. آدمان حتی که یک آیت را هم نمیدانند. یک سوره آن طرف استاد حتی که یک آیت را آدمان نمیدانند. وقتی پرسید که مسلمان هستی، میگویند آدمانی که از ما پیش گذشته بودند الله الله میگویند. این را ما و شما خیلی خوب تصور کرده میتونیم. در بین ما و شما چند فائزمون الحمدلله که قرآن را میخونیم میدونیم. چند فائزمون کلام الله را با عربی خونده میتوانیم. چقدر از ما و شما از قرآن یک پاره سوره میدونیم، از یاد کرده ایم. و چقدر از ما و شما قرآن را هر روز میخونیم. باره به همین سوال به خود همین سوال را کرده اید که به همین سوال هایی که عین حال من کردم جواب میدهد. معناهایش را گذاریم، مغزش را گذاریم، از او یعنی از قرآن لذت بردن را گذاریم. پس 100 سال پیش خاندانی نبود که در آن خانه حافظ قرآن نباشد. در 100 سال نزدیک بینید که ما الکی به همین حال رسیده ایم. الف را بینیم کلتک، دین را بینیم غلتک شده مانده و خلاص. پس خداوند پناه دارد وگرنه ما این غمخواری را بلند نبرداریم. احوال اولاد آینده ما از این دیده پس می شود. خدا رحمت کند همان اولادهای گذشته امان را، باباهایمان را، استادهای گذشته امان را در همان حالتهای بعد و مزمینی هم امانت را به عمل رسانیدند و امروز این دین بر ما و شما رسید. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم میگوید القرآن حجت لک او علیه، یعنی ای مسلمان ها، قرآنی که در دستمان است یا بر فایده ما حجت است یا اینکه بر ضررمان حجت است. خوانیم، یاد گیریم، عمل کنیم. این حجت بر فایده ما و شما هست. اگر نخوانیم، یاد نگیریم، عمل نکنیم، قرآن را، کارهای دینی را در درجه دوم گذاریم، الله تعالی ما را در درجه دهم میگذارد. و خودتان خوب فهمیدید که این حجت هست که بر ضرر جان ما و شما هست. خداوند از این گناه حالت ما را در پناهش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.